رنگش چقدر زیباست. آدم نیز از آن خورد. خدا متوجه قضیه شد. آدم سریع وارد حفره درخت شد. خدا گفت آدم کجایی؟ آدم گفت خدایا اینجا هستم. در جوابش خدا گفت نمیخواهی در بیایی؟ آدم گفت خدایا از تو خجالت میکشم. سریعا شروع به راز و نیاز کردند. خدایا ما خودمان به خودمان ظلم کردیم. اگر ما را نبخشی بدون شک از شکست خوردگان ابدی خواهیم بود. خداوند فرمود در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود از بهشت خارج میشوید. دیگر روی زمین زندگی خواهید کرد و تا زمانی معین از نعمتهای آنجا برخوردار خواهید شد. آنجا زندگی خواهید کرد. آنجا خواهید مرد و در روز قیامت دوباره همانجا زنده خواهید شد. حضرت حوا در جده و حضرت آدم در هندوستان به زمین آمدند. خدا فرمود ای آدم من همانند اینجا بیتی روی زمین آفریدم که میتوان دور آن طواف کرد. تو هم سمت آن برو. آدم به هند فرستاده شده بود. به سمت مکه حرکت کرد. قدم‌هایی که برمی داشت از جانب خداوند بود. سریعاً به بیت رسید و شروع به طواف کردن کرد. حضرت آدم پس از سالها اشک ریختن این دعا را می کند. خدایا ما به خودمان ظلم کردیم. اگر ما را نبخشی یا به ما رحم نکنی قطعاً از زیانکاران خواهیم بود. خدا توبه هایشان را قبول کرد. حضرت حوا و حضرت آدم علیه السلام در مکه در مکانی به نام عرفات روبرو شدند و حضرت آدم و حوا ازدواج کردند. حضرت حوا 20 زایمان کرد. در هر زایمان 2 بچه و در مجموع 40 بچه به دنیا آمد و بچه های به دنیا آمده به صورت ضربدری ازدواج کردند و زیاد شدند. اولین جنایت روی زمین را پسر حضرت آدم قابیل انجام داد. قابیل با لوبود به دنیا آمد. هابیل با ایکلیما به دنیا آمد. لوبود زیباتر بود و قابیل میخواست با او ازدواج کند. حضرت آدم علیه السلام گفت به خدا قربانی دهید. خدا قربانی هر کدام را قبول کند او با لوبود ازدواج میکند. هابیل قربانی زیباتر آورد و قربانیش قبول شد. قابیل هابیل را وقتی که خواب بود با زدن سنگی به سرش کشت. پس از این واقعه حضرت آدم علیه السلام قابیل را بیرون انداخت. پس از مدتی قابیل را نیز پسر خودش کشت. حضرت آدم علیه السلام روی زمین 1000 سال زندگی کرد. حضرت انیس می‌فرماید پیامبر فرموده که خداوند متعال می‌فرماید ای نوادگان آدم زمانی که تو برای من دعا می‌کنی و بخششم را طلب می‌کنی من تو را می‌بخشم. ای نوادگان آدم گناهان تو اگر اندازه تمام ابرهای آسمان هم باشد اگر نزد من بیایی و استغفار کنی نگاهی به فراوانیش نمی کنم و تو را می بخشم. ای نوادگان آدم اگر با کلی اشتباه نزد من بیایی و در آخر از همه این اشتباه ها به من پناه آوری تو را با مغفرت ناتمامم می بخشم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتان میآید حتما این ویدیو رو لایک کرده و به دوستانتان به اشتراک بگذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.